ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، این کانال یاسین مدیا است و подписаться کردن را فراموش نکنید و برنامه معجزه نام‌های الله قسم دوم بباشید. در این قسم ما با شما 5 نام را معجزه‌شان را به شما می‌رسانیم. المالك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. المالك پادشاه حقیقی، هر که روزانه پس از نماز صبح با کثرت خواند الله تعالی او را غنی می‌فرماید. القدوس، ذات پاک از هر عیب و زشتی. هر کسی که روزانه پس از زوال با کثرت ورد کند انشاءالله دلش از امراضی بیماری‌های روحانی پاک می‌گردد. ذاتی به عیب با کثرت ورد کننده این اسم انشاءالله از تمام آفات محفوظ می‌ماند. 115 بار اسم مذکور را خوانده و بر بیمار نام کند الله تعالی او را صحت خواهد بخشید. المؤمن، بخشنده امن و ایمان، هنگام خوف و ترس 630 بار بخواند انشاءالله از ضرر و خوف محفوظ خواهد شد. و این اسم آخران در این قسم المهيمن، نگهبان. هر که پس از غسل 2 رکعت نماز نفل خوانده و از صدق دل این اسم را 100 بار بخواند الله تعالی ظاهر و باطن او را پاک خواهد نمود. و هر کس 115 بار اسم مذکور را ورد کند انشاءالله بر اشیاء مخفی مطلع خواهد شد. و برادران و خواهران عزیز، این کانال یاسین مدیا و برنامه معجزه این نام‌های الله بود و подписаться کردن را فراموش نکنید. باقی در امان الله باشید.